دادستانی نویه ووسه یک کارمند میلیسا را با اتهام حمله و زخمی کردن ساکن محلی بازداشت کرده است. لتنانت کلان امیدجان امین جانزاده 24 ساله ناظر منطقوی بوده است. مقامات نویه میگویند کارمند میلیسا به آن متهم می شود که بعد یک بس معراج صلاح‌الدین 38 ساله را با کارد مجروح کرده است. یک منبع آگاه از دادستانی منطقه کولاب به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت 31 آگوست بین ساکن محلی معراج صلاح‌الدینوف و کارمند میلیسا امید امین جانزاده جنجال سر زده است. معراج صلاح‌الدینوف به ماشین ناظر میلیسا برمیخورد و به راننده ماشین میگوید که ماشین را خوب راند. با همین بینشان بحث می شود و کارمند میلیسا ساکن محلی معراج صلاح‌الدینوف را به زمینهای شرکت عبدالرحمن برده با کارد او را زخمدار می کند. بعدا کارمند میلیسا ساکن زخمدار شده را به بیمارستان برده میماند و می رود. وقتی طبیبان می بینند که زخمش بسیار وزنین است به شعبه میلیسا و دادستانی خبر می دهند. نقل کرده است منبع. معراج صلاح‌الدینوف ساکن زخمی شده حالا در بیمارستان مرکزی نویه ووسه بستری است. طبیبان بیمارستان به خبرنگار رادیو آزادی اجازت ملاقات با او را ندادند و گفتند که اجازه دادستانی ضرور است. سرخان ابراهیم زاده سردار بیمارستان نویه ووسه در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیو آزادی گفته است سلامتی معراج صلاح‌الدینوف رو به بهبود است. سرطبیب همچنین تاکید کرد که حتی خود کارمندان بیمارستان بدون اجازه دادستانی حق در آمدن به اتاق صلاح‌الدینوف را ندارند. جمشید شریف زاده رئیس نویه ووسه 6 سپتامبر در صحبت سر روی به خبرنگاران رادیو آزادی کارزنی کارمند میلیسا را تصدیق کرد. رئیس نویه گفت که شخصا از حال معراج صلاح‌الدینوف در بیمارستان خبر گرفته وعده داده است که فرد گناهکار مجازات می شود. فعلا معلوم نیست که نسبت کارمند میلیسا امید امین جانزاده با کدام اتهام پرونده باز کردنی اند. سال روان این یکمین حالت نیست که کارمندان میلیسا با صادر کردن جنایت متهم می شوند. ماه ایون داستان کل تاجیکستان پلکوونیک میلیسا یا یاور سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخله را با گمان آدمربایی بازداشت کرده بود. یوسف زاده به آن متهم شد که 12 ایون اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت را ربوده بعدا در دهه چهاره نویه عینی به دریای فون پرتافت. با گذشت قریب 3 ماه تا حال جسد آموزگار پیدا نشده است.